روزگاری ماشین ما رو دزد برد. پدرم داشت از غصه دق میکرد که دیدیم ماشین رو برگردوندن سر کوچه پارک کردن. یه نامه هم گذاشتن توش که خیلی عذر میخوایم، ما توبه کردیم و ما رو حلال کن. یه سری بلیت مشهد هم به عنوان عذرخواهی گذاشته بودن توش. بابام خوشحال هممون رو برداشت برد مشهد. برگشتیم دیدیم خونه رو خالی کردن. میخوای بگی که وقتی فکر میکنی خیلی بدبخت شدی بدون که شاید یک بدبختی گنده تری هم داره اون پشت بهت لبخند میزنه تا بیاد سراغ دیگه ها؟ آره دکتر، این فقط یه چشمه کوچیک بود. فکر کنم این جمله مال مرحوم ابویتون باشه که اونایی که میدونن کجا خودشون رو به نفهمی بزنن خیلی آدمای فهمیده هستن. اونی که دیدی وقت تلف میکنه و پاس میده به گل و اینا دوهی جلوه. تو دیگه نمیخواد وقت تلف بکنی، تو برو سر سوالات. ناکس آیا دکتر توی جریانات پاریس چیزی نموند که به نظام الهی ما نگن. یکی گفت 40 سالگی رو نمیبینیم، یکی خط و نشین برام کشید، هر کی به یه زبونی ما رو ترسوند. ظریف هم که با این گوشه آویزون برگردوندن، همش بدبختی بود. این مقام عظمای ولایت که شاهد یمه بدبختی نظامه، خب نمیتونه یک کاری بکنه اون نظام از این باطلاق بکشه بیرون یه جورایی؟ خوش به حالت که خیلی راحتی با این طرز فکری که داری. آخه عظما خودش همونی که این بدبختی ها یقه‌شو گرفته، بعد تو ازش راحت میخوای. کی؟ اون ابوی همیشه میفرمودن به بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو سر قبر باباش گریه میکرد، میگفت کجایی؟ که یدالله کفش نداره، اصغر بلوز نداره، عین الله شلوار نداره. یهو از قبل یه صدای بلند شد گفت بابا من مردم نرفتم دبی جنس بیارم واسه تو که روشن شد یا چی بذارم که بری دبی دنبال جنس بگردی. دکتر منظورم این نیست که خود عظما بره جنس بیاره، ولی اون ظریف که رفت سفر دیپلماتیک برای همین رفته بود دیگه. پس چه غلطی کرد اونجا؟ اون که خود سفرش 4 تا دردسر گذاشت رو بدبختی‌های قبلی عظما. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفهموندن یارو مشکل روانی داشت، رفت پیش روانشناس، انقدر پول ویزیت داد که الان هم مشکل مالی داره هم مشکل روانی. روشن شد یا چی بذارم که مشکل روانی هم پیدا بکنی. دکتر مشکل روانی که همین الانش هم هممون داریم، ولی برم سر سال بعدی، اونم این داستان موشک و ژست گرفتن حاجی روحانیه که ما خودمون تو دولت 11 موشک‌ها رو ساختیم. داستان چیه؟ نه به اون موقع که کی بود من نبودم رو میانداختن، نه به الان که پریده جلو میگه خودم ساختم. داشت زورش رو میزد که برگ موشک رو از تو جیب سپاه بکشه بیرون. تازه گفت پول جنگ تو عراق و سوریه رو ما میدادیم تو وسط هیروویری تحریم. آره دکتر مگه این ژست و پوز الکی آخرش به ضررش تموم نمیشه؟ الان تو نظام کسی به آخرش فکر نمیکنه، نمیتونه فکر بکنه. همین قدم دم دست رو بچسبه باید کلا رو بندازه هوا. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفهمودن که پسره رفت تو خیابون با ماشین مردم عکس انداخت تو تلگرام با ژست و پوز، زیرش نوشت من و ماشین جدیدم یهویی. بعد ماشین دوزی از آب در اومد، الان فراریه. آیه دکتر ولی اینجا همه جناها دارن همین کارو میکنن. همه موقع ژست و پوز میگن من بودم، ولی وقت حساب پس دادنش که برسه مثل چی پشیمون میشن. آره دیگه ریشه همه گیر این گنده‌کاری هاست. الان سر قضیه شکایت، سر تقلب تو انتخابات هم همین داستان. پرونده ها یکی از یکی سیاه‌تر. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که یارو رفت دکتر وسط معاینه بازرس اومد به دکتر گفتش که مدرک نظام پزشکی تو بده بینی. دکتر بازرس رو کشید کنار، یه پولی گذاشت تو جیبش، گفت من راسستکی دکتر نیستم، اینو بگیر و بیخیال ما شو. بازرس اومد بره بیرون، مریضه یقه‌شو گرفت که چه خبره. بازرس گفتش که آخه منم راسستکی بازرس نیستم، اومده بودم اخاذی بکنم، ولی خب تو اگه بخوای میتونی از این دکتر قلابی شکایت کنی. مریض یواشکی دور و بر نگاه کرد، گفت اتفاقا من مریض نیستم، اومدم یه چند روز استراحت استعلاجی بگیرم برای مرخصی.
روشن شد یا هم چه بزنم که تو هم بری مرخصی استعلاجی. دکتر الان که دولت به خاطر تقلب توی انتخابات شکایت کرده چی میشه؟ هیچی. یه گندی بالا میاد که هیچکی نمیتونه جمع و جورش بکنه. سند تقلب که فراوون هست، اگه رو بشه فضاحت بدجوره. همونی که مقام عضوا از ترسش مهندسی رو گذاشت کنار رو دماغو گرفت و این دوای تلخ گفت باشه سگ خورد همین روحانی باشه، حالا همون داره سرش میاد. هم چوب خورد، هم پیاز و هم 100 تومن رو باید بده. وضعیت اینه که پشه نشسته باشه رو صورتت، نزنیش خب نیشت میزنه حالتو میگیره، بزنیش شاید پشه رو بکشی اما آخرش کشیده رو زدی تو صورت خودت. آره دکتر این داستان توتال چی هست؟ دعوا کم داشتیم با دست خودمون یه دعوا دیگه هم تو نظام راه انداختیم. داستان توتال قرار بود برای دور زدن تحریما باشه، ولی خودش ضررایی میذاره بهمون که به اندازه تحریما ضایع. تازه هرچی هم نفت بفروشی که پولش نمیتونی برگردونی. خلاصه راه حل خودش به اندازه مشکل ضایع کرده اوضاع رو. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به بهادر، عرض کردم بله، میفرمودن مشنگه میخواد سیگار رو ترک کنه، شکلات میره تو جیبش که هر وقت حواس سیگار میکرد یه شکلات در میآورد و میخورد، ولی همین که شکلات رو میخورد دوباره هوس میکرد، میگفت سیگار بعد شکلات خیلی میچسبه. آخرش ترک نکرد هیچ، بعد 2 ماه قند خون گرفت مرد. دکتر قربونت برم، خیلی مخلصتم، خیلی میخوامت، ولی شما مقام عظما رو به همین راحتی کجا راحت؟ من کشتمه خود بدبخت